در ناحیه های مقیاسی همین ما نهایت وزنین بود، مردم به حساب خوردنی هم نداشت. خیلی که ما سر کردیم بعد همین اجلاسه 16 هم گریزها رو آوردن از سال 93 سر کردیم، سال 94 آوردن گرفتیم. خیلی مردم وقتی کار میکرد همون خوزگی زمین داشت، زراعت میکردیم، پخته میکردیم، غله میکردیم، مکه میکردیم، دیگه چیز میکردیم. خلق آیسته آیسته باز به کار آماده کردیم، گریزها را برگرانده آوردیم، اونها خانه هاشون را راست کردن، ساز کردن، خلق کار شروع کردن که کمبودی احساس کرده میشد. خلق گرسنه بود، سیر نبود، پیاده بود، ماشین نبود، و دست آمد خلق تین شد. باید خدا را شکرانه میکنیم که ما تین شدیم.